سال شده مردک، 30 سال است که اینمی حرامزاده، اینمی ضحاک بالای سر ما و شما ظلم میکنه. خوب سالای پیش میگفتین که خیلی نمی امروز پگه کیسهش پر میشه بس میکنه. اوی پدنالت کیسهش پر شوی نداره، نمیدونم کیسه او شکافه چه خیلی است که ریخته رفته است. این فکرهای خام شما دور بکنین. هیچ وقت کیسه های یا پر نمیشه یا کیسه خچه پر میکنه، بچهش پر میکنه، نبیرش پر میکنه و خیر رفتن میگیره دوامش میتیه. یا گشنه نیستن یا پروا ندارن که کیلوی گوشت 7 یورو میشه، مردک میوه نمیوه، خودش میوه کو، خودش به پول میره میگیره. برای همین پروای شما ندارن، هیچ وقت فکر شما را نمیکنن. شما خودتون فکر اختون نکنین یا نمیکنن هیچگاه. از همه مهربان ترین شخص خداوند است، از همه با رحم ترین شخص خداوند است. اما همه خداوندم چی میگه؟ این الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. خداوند تغییر نمیدهد احوال هیچ قوم و ملتی را تا زمانی که مردم خودشون حرکت نکنن تغییر ندهن احوالشون. وقتی که خداوند شما را این گونه گپ میگه بالاتون، با وجود همون رحم خور بدنش، این ظالم فکر شما را میکنه بعد تا زمانی که شما نخیزین. با خدا قسم یگانه راه قیام کردن است، یگانه راه اینمی رژیم از بین بردن است. این چیزا فراموش نکنین. شما دیگه شانسی دیگر ندارین. یک شانس شما برای من پیشنهاد بکنین منم قطعی شما بشم. اینا چیکار بکنیم غیر از همین کاری که از بین ببریم همین رژیم؟ چیکار بکنیم که زندگی ما در تاجیکستان خوب بشه؟ صبر بکنیم. چند سال شد من با تکرار میکنم حیاتی من 30 سال است، من 30 ساله شدم. 30 سال است که در سر قدرت است همین رژیم. چند قدر دیگه من طاقت بکنم؟ یک نیست میسر من به خدا سفید شدگی است. من الکی صاحب 4 فرزندم. امروز پگه فرزندای من همسال من میشوند، 30 ساله و 40 ساله میشوند. دیگه کی دیگه ما از این ظلم بیرون میشیم؟ یعنی با صبر کردن نمیشیده است، با خاموش ایستادن نمیشیده است. خوب پیشنهاد بکنین با کدام راهش است که ما استفاده ببریم از این ظلم نجات بیابیم، غیر از همین یکی رحمان و فضبین باید بروه. نیست به مردم، نیست. ما هر چند فکر میکنیم نیست آخی همون راه. اگر میشید به خدا قسم او را استفاده میبردیم. یا یک گاو هستن، این همی گاوا در سر قدرت هستن، گاو یک چوبه میگیری میزنی بیرونش میکنی، نمیفهمه گاو. یک گروه همی گاو و خر در سر قدرت اومدگی هستن، ما مردم به این همی روز آوردگی هستن. همه پریشان در بدر. یگان عائله نیست که در خونش غریب نداشته باشه. برای چی تا امروز شما جای کار طلب نمیکنین؟ اینم یک سوالی است که من هر برآمدگیم برای شما وعده میتونم که همین چیزا من میپرسم از شما. برای چی تا امروز شما جای کار طلب نمیکنین از رژیم، از حکومتی که 30 سال شده است شما را فقط فریب میکنه؟ خب تاجیکستان جنگ زده بود، جنگ شد در تاجیکستان 10 سال بس است که همین تاجیکستان جنگ زده از همون بحران اقتصادی بیرون ببرویه.
خب مردکی خوبی کردیم، 10 سال دیگر هم بالاش دادیم، 20 سال، اما 30 سال نه آخی. رفتیم مهنت کردیم. من خودم 9 سال در مهاجرت مهنتی کار کردم. 9 سال همچون شما غریب بودم، مسافر بودم، کار میکردم، کاری عروبش هم کشیدم، سترویکر هم کار کردگی هستم. نو بس بودگی سه مردم. نباید که ما 30 سال تحمل بکنیم این رژیم. 10 سال مکسیمال، نه پتلاکش 10 سال های. اما ایش هم یک مردمی خوب بدن ما بود که با 10 سال دیگر هم بالاش گذاشتیم، 20 سالش کردیم. اما 30 سال زیادی بد است. نمیدونم پد پیانه خواه یا دیوانه همی انسان. در 30 سال اگر یک نفر هر روز یک کرپیچ بمونه قصر میسازه. این نمیخواد پروسه بیا بگذاره یک کرپیچ هم سبو پرتو یک قصر میسازی در 30 سال. اوی پدن حالت آخی یک حکومت کلان در دستش 30 سال ده حال یا مردم مهاجرت مهنتی دم میران کار میکنن. حالی در روسیه میران توالت های روسا رو توزه میکنن. مگر ما ملت بدیم که بریم توالت توزه بکنیم؟ پس ما باید از این به بعد یک تصمیم درست بگیریم. نمیشه فقط همین در انتظار باشیم. تا که اینا چند سال دیگر مردم چند سال دیگر در کار ایکی نمی رژیم ای خواب گرانش بخیزه و برای ما و شما جای کار تامین بکنه. خب خیلی مثلا نتونست همین مردک این اگر خیلی بها بتیم که خیلی نتونست همین شرایط همین بود. این چی بدبختیه که نرخ خوراکواری در تاجیکستان برابر به آلمان است. با خدا قسم مردم اینا بیاین قطعی لوبایت سپارید میکنم. نرخ خوراکواری در تاجیکستان برابر آلمان است. در آلمان کمترین معاش 1,500 یورو است، در تاجیکستان بالاترین معاش 150 یورو. کیلوی گوشت در تاجیکستان 70 سومانی، در آلمان 7 یورو. برابر هستند؟ 100% برابرند. پس این مردم بیاین ما و شما بس کنیم خاموش ایستادن در مقابل رژیم. نمیتونست جای کار تامین کرده، اقلا باید کار میکرد که دشواری بالای زندگی مردم ایجاد نمیکرد. همین مردمی که میرن از مهاجرت مهنتی با صد رنج عذاب پول به دست میارن، باید همین مردم یک کاری میکرد که اقلا زندگیش دشوار نشوه. نه که این مردم نگاه کنین هم در 30 سال برای ما جای کار تامین نکرد، یک معاش های ارزنده تامین نکرد، هم نرخ های خوراکواری هر روز قیمت چی در رفتن میگیرن. من نمیدونم چی شما انتظار هستین از رژیم؟ فکر میکنی که پگه با ارزان میشوه؟ شما همین روز به دنیا آمدین که ندیدین در پرکتیک در زندگیتون که این رژیم چه خیلی رژیم است؟ مگر دیروز شما فکر نکردین که پگه فردا ارزان میشوه؟ مگر امروز از دیروز در قیمتتر نشید؟ دیگه چیش مونده است؟ چی کار مونده است که همین رژیم بالای شما نکرده باشه؟
یا چی کاری دیگر را بالای شما انجام بتیه که بعد شما عقلتون در سرتون میاد و میخیزین مبارزه میبرین. با یگان فردوسی و رودکی و سینا شما فخر نکنین، او شما نبدن. بخیزین هر یک کدومت خودت سامانی بشه، فردوسی بشه، رودکی بشه. امروز روزی ننگ است، امروز روزی هسته که ما و شما باید قیام بکنیم، ما و شما باید سر بالا بکنیم. 30 سال شد، 30 سال مردک، 30 سال. به خدا قسم من اینمی 1990 تولد شدگی هستم، این امسال 31 ساله شدم. نکی رژیم دوام داره. اول نه چه پیشوای ملتون کردگی، من نمیدونم با کدام رو شما ایرا خاموش ایستادین در این تحقیر. به خدا قسم حقارت است برای شما. یک نفر شما را بگه که امام علی رحمان و پیشوای شما است، این بهتر از اون است، این بدتر از اون است که مادر هر یک کدام شما را دشنام بکنن. تحقیر است، حقارت است پیشوا گفتن این امام رحمانو. یک خوگ پیشوا کی را میگن؟ پیشوا یک انسانی را میگن که بهترین انسان است که دیگه بعد یگان انسان از او بهتر نیست. مردم اگر این بهترین ما باشه بدترین من کیه؟ من به خدا قسم در همین تاجیکستان بدتر از رحمانوف هیچ کارا نمیبینم. سبب همه بدبختی های مردم تاجیک نمی رحمانوف است. همه نمودی تحقیر، همه نمودی جنایت، همه نمودی تجاوز بالای ملت ما و شما روا دیدی رژیم. اما ما در مقابل ای چیکار کردیم؟ بخشین همی تلفن قپک ما بسیار گوشی دسته. یگانه راه قیام کردن است. شما دیدین که چندین بارهایی که مردم یک جایه شدن طلب کردن، یک رزولتاتی بگیم به منفعت مردم شد. مثلا ما برای شما یادرس میکنم زمانی را که سیم کارت ها را قیمت کردن، ما و شما سر صدا بلند کردیم، زیاده از 100 نفر. خودی رحمانوف مجبور شد که ببرای بگه که یگان نرخ قیمت نکنه. کسایی که گویا این نرخ قیمت کردن از پیش خچان بود گویا و جوابگاری کشیده بشن، اما هیچ که به جوابگاری کشیده نشید. نه برآمد رحمانوف گفته که همین نرخ قیمت کردن نشوه، نرخ اینترنت. یعنی افکت داد کاری ما و شما. پس باید ما و شما از این و بعد در هر یک نقطه همین خیل طلب بکنیم، نگذاریم که رژیم تجاوز بالای ما و شما بکنه. باقی همه شما را به خدای عزوجل می سپارم و از پروردگار در این ماه شریف رمضان، در این ماه مبارک، در این ماه قبول دعا عاجزانه طلب میکنم و خواهش میکنم که ناموس غیرت مسلمانی و تاجیکی را در وجود هر یک فرد تاجیک، هر یک فرد تاجیکستانی بیدار بکنه، تا اینکه ما و شما یک جایه بشیم، هم فکر بشیم و خودمان از اول درجه و بعدا نسل آینده را از این ظلم، از این تجاوزها نجات بتیم، از این بی‌شرفی ها نجات بتیم، از این بی‌ناموسی ها نجات بتیم.
و خدا قسم من نمیخواهم که بد بگم با کسی، اما این مردم مجبور میشم، من مجبور میشم که ببرم هر چیزی که حقیقت است بگم که مردم ما اینمی خیلی مردم هستیم که سزاواری همین خیلی ظلم شدگی هستیم و ایلو من نمیخواهم که کسی از شما را ناراحت بکنم، یک سخنی قبیح بگم. بی غیرت گفتن این خودش قبیح است، تحقیر است، اما ما و شما متاسفانه هستیم همون بی غیرت. بی غیرتی ما و شما است که همین رژیم به همین حال آوردگی است ما و شما را. باقی در امان خدا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.